سلام و درود و مهر خدمت همه شما خوبان روزگار. امیدوارم حال دلتان خوش باشد و در هر جای دنیا که هستید، چه در کنار فامیل چه در دیار مسافرت، ایام خوبی را سپری کرده و روزگار به کامتان باشد. به یکی دیگر از ویدیوهای چینل مالستان ژورنال خوش آمدید. امروز قصد داریم یکی از زیبایی های دیگر مالستان را به تصویر بکشیم. با ما همراه باشید. قسمی که در تصویر مشاهده می کنید می رویم به طرف بازار زیبای خاکریزک. گلها، درختان و زمینهای زراعتی زیبایی که در دل بهار ما را به مقصدمان که بازار خاکریزک باشد وصل می کند. ایام بهار است. زیبایی های بهار قابل توصیف و ستایش است. در بازار خاکریزک مردمان زیادی برای امرار معاش ایفای وظیفه دارند که از نقطه نقطه مالستان در این بازار تشریف می آورند و برای خود خانواده امرار معاش می کنند. بازار خاکریزک که سالیان سال در خدمت مردم بوده، کوچه و پس کوچه های بازار خاکریزک انسان را به تفکر می اندازد. دکانهایی که با دستهای پینه خورده پدران ساخته شده و در خدمت مردم قرار دارد. پدرانی که با امکانات کم توانستند این دکانها را بسازند و برای مردم سهولت ایجاد نمایند. اکثری از این دکانهایی که در تصویر مشاهده می کنید دیگر از کار افتاده و برای انبار استفاده می شود. می خواهیم تصویر و نمای دیگری از پشت بازار خاکریزک داشته باشیم. بازار خاکریزک با موقعیت کوچک جغرافیایی که دارد در خدمت مردم بوده. در طرف راست بازار خاکریزک قریه زیبای پایجلگه موقعیت دارد و در طرف چپ بازار خاکریزک قسمی که در تصویر مشاهده میکنیم قریه نوده قرار دارد. مکتب ابتداییه و کلینیک دولتی هم در پشت این بازار موقعیت دارد و در خدمت مردم است. کلینیک دولتی که به تازگی ها در طول 2-3 سال می شود فعال شده، سهولت خوبی به مردم فراهم کرده است و مکتبی که در تصویر مشاهده می کنید شاگردان زیادی را پرورش داده و به جامعه تقدیم می کند. مدرسه هم در طرف چپ این بازار موقعیت دارد که طلبه ها را تربیت کرده و به جامعه تحویل می دهد. در بازار خاکریزک هر نوع مواد غذایی، وسایل برقی، خیاطی ها، موترسازی ها، موتورسازی ها، پارچه فروشی ها، نجاری و آهنگری پانگتل وجود دارد که در خدمت مردم بوده و برای مردم خدمت می کنند. کلینیک بازار خاکریزک که به تازگی ها فعال شده در خدمت مردم قرار دارد. نجاری ها برای ساختن پنجره، دروازه وجود دارد که سهولت خوبی برای مردم فراهم کرده است. دواخانه های موجود، کلینیک دندان برای مردم سهولت خوبی فراهم کرده است. آرایشگاه مردانه، داشتن وای فای می تواند از زیبایی های دیگر این بازار باشد. بازار خاکریزک با موقعیت کوچک جغرافیایی سهولت و امکانات خوبی برای مردم عزیز مالستان و خصوص قریجاتی که در اطراف و نواحی این بازار وجود دارد فراهم کرده است. این بود از ویدیوی امروزمان. امیدوارم خوشتان آمده باشد.
تا دیدار بعد و ویدیوی دیگر شما را به خدای پاک و بزرگ می سپاریم. روزتان خوش، خدا نگهدار.